کوچ ایرانیان. درود فراوان به شما. یک بار دیگر مسائل کوچ بزرگ ایرانیان و نابسامانی ها و عوامل منجر به این کوچ اجباری را مورد بررسی قرار می دهیم. شاید اکثر شما طی این سالها شاهد بودید که اصولاً در چارچوب عوامل اصلی وقوع انقلاب ایران تقریباً همیشه تیغ انتقاد به سوی رژیم گذشته بوده. به هر حال حداقل در این برنامه انتقادها بیشتر به این سو بوده و بیشتر آن هم به سوی آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی، زیرا در آن دوران ناخدای این کشتی طوفان زده که ایران باشد شخص محمد رضا شاه پهلوی بود. اما در کنار این شاید خیلی از ما این فرصت را پیدا نکردیم که اقلن برای مدتی حتی محدود و در تخیل خودمان را جای پادشاه بگذاریم و مسائل پیچیده یک کشور در حال رشد را، آن هم در خاورمیانه، با یک دین خشن قرون وسطایی ارزیابی کنیم. من که یکی از منتقدین رژیم گذشته هستم، البته میدانید صرفاً و بیشتر به علت کم و کاستی های 2 سال آخر رژیم خودم به این نتیجه رسیدم که در رابطه با 40 سال قبل، آن روزهای بحرانی 40 سال قبل و پیدا نکردن یک راه حل اساسی حکومتی، متاسفانه راه حلی بیش از این در توان پادشاه ما نبود که ما شاهد آن شدیم. حالا یکی از عوامل ضعف را میتوان بیماری پادشاه دانست، ولی عوامل دیگری هم در کنارش بودند که نقش ساز بودند. به کاراکتر محمد رضا شاه توجه نشد و اگر ما شاهد استبداد حکومتی بودیم که ناشی از خودرأی بودن پادشاه بود، به هر حال همه اینها عوامل با اهمیتی بودند که سقوط رژیم گذشته را به دنبال داشت. ولی آیا شناخت امروز ما از خصوصیات آخرین پادشاه ایران آنقدر هست که به ارزیابی کاراکتر رو بپردازیم؟ البته کتاب خاطرات علم و نگاهی به شاه آقای میلانی قدری ما را به اون نزدیک میکنه، حتی آخرین کتاب محمد رضا شاه، پاسخ به تاریخ. ولی آیا این کتاب ها گویای همه این دوران پیچیده هستند؟ آقای اردشیر زاهدی، داماد پادشاه و وزیر خارجه سابق ایران، اشاره داشت که سالها محمد رضا شاه روی ریسمانی پوسیده بندبازی میکرد. این تقریبا حقیقت دارد. امروز ما با تجربه به انقلاب ایران شناخت بیشتری از ضعف‌های آن دوران پیدا کردیم، ولی آن زمان ما انتظار داشتیم که درست در زمان ضعف حکومت پادشاه مهره‌های درستی را به بازی بگیرد که در 2 سال آخر دقیقاً برعکس این شد و مهمترین عامل این نابسامانی و کوش ما ایرانیان را باید در همین سیاست 2 سال آخر رژیم گذشته ببینیم. و اما حالا بد نیست که ما امروز از زاویه دیگری به این مهم و 2 سال آخر رژیم گذشته نگاه کنیم، از دیدگاه یک دیپلمات برجسته رژیم گذشته که تا آخرین روزهای حیات پادشاه در کنار او بوده است و بگذاریم که واقعیت‌ها را از زبان ایشان بشنویم که معتقد است محمد رضا شاه در روزهای پایانی رژیم گذشته دیگر خسته شده بود و قصد ادامه حکومت و تداوم آن را نداشت. در کنار این واقعیت البته 10 مستندات مختلف وجود دارد که این مهم را ثابت میکنه. حقیقت این است که دیگر همه چیز برای او تمام شده بود و در ایرانی که صدها هزار نفر مرگ بر شاه میگویند دیگر نمیشد پادشاهی کرد مگر اینکه دست به کشتار ملت ناراضی بزنی. خدا رحمتش کنه این آقای بدرعی که فرمانده گارد شاهنشاهی بود، روزای بعد از این کارا بود که عکسای بزرگ راهپیمایی رو برای من می آورد
و بعد من یکی دو تاش نشون نمیدادم، همیشه یکی دو تا رو به حضرت نشون میدادم. حضرت میشناخت، روی یکی دستش رو میذاشت، میگفت انگشت میذاشت، میگفت آخه به این بگو تو چرا دیگه داری میری. به اون یکی میگفت چه میگه، یکی در همشون بنده نه اسم میبرم نه هیچی، ولی در یه مقامات بالام بود. خب سرنوشت خوبی نبودین دیگه. سرنوشت خوبی نبود. امروز به جنوب کشور فرانسه می رویم، شهر نیس، و می نشینیم پای صحبت دکتر امیرارسلان افشار، دیپلمات سرشناس ایرانی که قبلا سفیر ایران در کشورهای آمریکا، آلمان و مکزیک بوده و آخرین سمتش رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی طی 2 سال آخر رژیم پادشاهی و در ضمن در دوران غربت گزیدگی پادشاه در رکاب او حتی تا آخرین لحظه های حیات محمد رضا شاه در خارج از کشور با او به گفتگو نشسته. امیرارسلان افشار قاسملو فرزند جان محمد خان امیر مسعود از نظامیان حکومت رضا شاه که در آن دوران به مقام سرهنگی نیز رسیده بود. سرهنگ امیر مسعود پدر امیرارسلان به احترام جدش نام فرزند خود را امیرارسلان نهاد. امیرارسلان بزرگ رئیس ایل ارسلو از خانهای دوره نادرشاه بود. مادر امیرارسلان طلعت الملوک نام داشت و پسر عموی امیرارسلان افشار امیر خسرو افشار وزیر خارجه ایران بود. من دیدارهای مختلفی با آقای افشار داشتم در طی این سالها. در دیدارهای قبلی هم در اتریش در ویلای شخصی آقای افشار در کنار کوههای آلپ مصاحبه‌ای همه جانبه با ایشان انجام دادم که به شرح دوران نوجوانی و اقامت ایشان از 14 سالگی در شهر برلین آلمان پرداختیم. دکتر امیرارسلان افشار دکترای علوم سیاسی خود را به علت ادامه جنگ در آلمان آن زمان از دانشگاه وین در اتریش دریافت کرد و سپس در وزارت امور خارجه ایران مشغول کار شد. آقای افشار در ایران با خانم کامیلا ساعد دختر محمد ساعد مراغه‌ای نخست وزیر ایران ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند است. البته خواهر خانم تامیلا همسر آقای افشار هم خانم فیروزه ساعد همسر تیمسار جم بود پس از جدا شدن فریدون جم از شاهزاده شمس پهلوی. اصولا خصوصیت آقای امیرارسلان که با فرهنگ و دانش آلمانی رشد کرده بود برای پادشاه ما جذابیت زیادی داشت و به همین دلیل هم در نهایت مورد اعتماد و از نزدیکان محمد رضا شاه شد، تا حدی که موقع ترک محمد رضا شاه از ایران از او خواست که همراه پادشاه بماند و تا لحظه آخر حیات پادشاه هم امیرارسلان در کنار او بود. آقای افشار گفتنی های فراوانی دارند که همه آن در این مصاحبه نمی گنجد و به آینده موکول می کنیم. بگذارید که طی این 2 برنامه از دید دیگری به پادشاه ایران نگاه کنیم، از نگاه یک ایران پرست واقعی که خدمت به پادشاه کشور از افتخارات اوست و برای من و شما دریچه تازه می گشاید که ما کمتر با این خلقیات محمد رضا شاه آشنا بودیم. به جنوب فرانسه می رویم، شهر نیس در کنار هتل معروف نگرسکو که روزگاری احمدشاه قاجار نیز چند ماهی در آن اقامت داشت. با ما باشید.
آقای دکتر افشار، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر اینجا در شهر نیس خدمتتون میرسم. خیلی ممنون هستم قربون که قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید در این هوای گرم که خب البته خیلی گرمه، خب ولی اینجا بالاخره یه بادی هستش از دریا میاد، بد نیست. ولی خب خیلی خوشحال هستم که در حال زیارتتون میکنم، چون همیشه شما دیگه پیدا کردنتون کار مشکلی هست. گرفتاریتون در آمریکا اینقدر زیاده که هر دفعه به اروپا میایید چون چند جا باید سر بزنید دیگه کمتر فرصت میکنید که بیشتر شما رو ببینید. ولی البته من خیلی خوشحالم که در اتریش که بودیم چند روزی با هم دیگه صحبت کردیم. اینجا خیلی خوشحال هستم که تشریف بردید. حداقل اگر مطلبی هستش که با هم صحبت کنیم من خیلی خوشحال میشم. منم بی اندازه خوشبختم که شما این فرصت رو به من دادید که یک بار دیگه اینجا در منزلتون در شهر نیس خدمتتون برسم. به هر حال شما میدونید که 40 سال از وقوع انقلاب در ایران میگذره. این 40 سال بر ایرانیان داخل کشور و خارج کشور ما همه میدونیم که خیلی بد گذشته. نظر شما چیه راجع به این 40 سال؟ والا شما اگر نظر هر کسی رو بپرسید تقریبا ممکنه همین جواب بنده رو بده، برای خاطری که بفرمایید که در عرض این 40 سال ما خودمون چه کار کردیم در عرض این 40 سال که بتونیم اصلا در این باره صحبت کنیم. هر کاری که شده کشورهای دیگه کردن یا خود جمهوری اسلامی کرده که دائم صحبتش بوده، ولی صحبت‌های از طرف خود ما چه فعالیت‌هایی شده که ما میتونستیم یه راهی رو رفته باشیم که بتونیم این 40 سال رو کوتاه‌تر بکنیم. خب در آغاز با دکتر بختیار و بعضی از اعضای اپوزیسیون میدونید تمام اینا پشتیبانی نداشتن. میدونید ملاحظه بفرمایید همینطوری امروز اینطوری نمیشه کار کرد. شما امروز تک تنها نمیتونید یک کاری رو انجام بدید و من خیلی متاسف هستم از اینی که ما این همه جوانان ایرانی داریم، این همه اساتید داریم، این همه مهندسین داریم، این همه دکترای حقوق داریم، در تمام پخش هستن در تمام دنیا و بیشتر البته همونطوری که ملازمین در خود آمریکا که شما هستن. ما هیچ وقت ما متاسفانه نتونستیم که همه با هم دیگه یک صدا بنشینیم و صحبتامون رو بکنیم. البته همه میگن تمام این کارها البته یه لیدر هم لازم داره، درسته یک لیدر لازمه، ولی لیدر هم یه پشتیبانی لازم داره، برای خاطر که بقیدن یک دست صدا نمیده که ملازمه و ما باید در حقیقتا همونطوری که میگفت ایرانیان که چیزی هستش که ایرانیان که فر کیان آرزو کنند باید نخست کاوه خود. خب ما الان کاوه داریم، یک کاوه هم داریم که حقیقتا مایل هستش که حقیقتا یک کارهای انجام بده و ایشون هم همیشه اعلام میکنه که ما با ملت هستیم، ولی خب بالاخره یه ارتباطی باید به یک نحوی با ملت پیدا کرد. میدونید ارتباطهای امروزه با تلویزیون و تلفن بسیار راحته، میتونن ارتباط تلفنی پیدا کنن، ولی باید به قول فرانسوی فیزیکمان بایستی که خودشون مردم نشون بدن تا اینکه بتونن دقیقاً ملاحظه فهمید. البته اگر در زمان رضا شاه و اوایل سلطنت محمد رضا شاه همه چی خوب پیشرفت میکرد، این سازمان هایی که امروز در دنیا وجود داره در اون موقع وجود نداشت، این ارتباطات اصلا وجود نداشت. مثلا بعد رضا شاه خب تنها با افرادی بود که خب شبانه وارد تهران شدن و بعد بالاخره ایران رو نجات دادن، میدونید، و مردم هم آمادگی داشتن. مردم هم در این مدت، در طول این مدت 40 سال که میفرمایید، هنوز در سال اول و دوم و سوم هم هنوز در فکر جمهوری اسلامی بودن و فکر میکردن که دیگه بالاخره راه صحیح رفتن و همه چیز درست خواهد شد. ولی خب الان ملاحظه میفرمایید که روز به روز وضع خطرناکتر هست، براشون خطرناکتر هست و متاسفانه دنیا هم امروز فکر نمیکنه که ایران در حقیقتا قابون یک حلقه زنجیری است که در تمام خاورمیانه رو به هم وصل کرده بود. در موقعی که ایران بود خاورمیانه اصلا تمام خاورمیانه تحت نظر ایران بود و ایران نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت و از ایران هم استفاده میکرد. ولی الان به جای رسیده که دیگر ایران متاسفانه امروز بالاخره خودمون هم میبینیم، هم میشنون که محرمانم که ایران یک اسمی پیدا کرده در دنیا که مردم فرار میکنن در حقیقت. متاسفانه شما اشاره کردید که باید یه حرکتی کرد. 1984 آقای علی امینی فعالیتی میکردن در پاریس، رادیویی داشتن رو به ایران.
1984 آمدم به لس آنجلس، با ایشون مصاحبه داشتیم ما. ایشون تاکید میکرد که به نظر آقای علی امینی باید آقای شاهزاده رضا پهلوی برن در یه نقطه‌ای از ایران و احیانا مردم بهشون میپیوندن. حالا من نمیدونم اون موقع چقدر میشد این کار رو کرد، ولی نظر شما اینه که میبایستی؟ ولی 1984 دیر بود، ولی من از روزی است که شاه در فوت کردم و من این روزا هیچ وقت فراموش نمیکنم. شاید من خیلی تنها بودم با ایشون، یعنی تنها بودم که یعنی من تنها کسی بودم که با ایشون از ایران اومدم بیرون و تا دقیقه آخرم بودم و موقعی که اعلیحضرت رو در قبل میذاشتم من ایشون پاشو گرفته بودم، گفتم اعلیحضرت مراجعه فرمایید من تا دقیقه آخر به شما خدمت کردم و دقیقه آخر به وطنم خدمت کردم، الان در خدمت هستم. اعلیحضرت هم همونطوری که البته اطلاع دارید و اولیاءحضرت هم در کتابشون نوشتن، اعلیحضرت یه وصیتی یا در حال یک نظری فرمودن که بعد از درگذشت ایشون 3 نفر مسئولیت داشته باشند برای کارهای مملکت. یکی از اونها آقای معینیان باشند برای امور داخلی کشور ایران، یکی اون موقع آقای تیمسار عظیمی باشند برای ارتش و بعد بنده هم تعیین فرمودن که برای امور خارج از کشور در حقیقت باشه. و من مدتی بعد از اونم مدتی در خدمت شاهزاده بودم و در مصر بودم و بعدم در همون موقع نه 1984 بلکه در همون موقع نظر من این بود که منم همون موقع به حضورشون و همون موقع به حضور اولیاءحضرت عرض کردم که قربون آمادگی هستش برای خیلی کارها و امیدوارم که این کارها رو انجام بشه. من فکر میکنم که بد نباشه، ولی البته بسته به نظر خودتونه. چرا نشد؟ نظری که بنده داشتم این نظر من نبود، چیزی که بنده صحبت کرده بودم، مذاکره کرده بودم، من اینا رو من به اطلاعشون رسوندم. این بود که گفتم که اعلیحضرت پیشنهاد میکردن ترک‌ها که اعلیحضرت تشریف ببرن به ترکیه و برن در ترکیه در سرحد ایران و آذربایجان در اونجا باشن و در اونجا صحبت بکنن. والا حضرت البته مقصودم ولیعهد شاهزاده هستن، برن اونجا و در اونجا صحبت بکنن و بگن من در ایران هستم، الان دارم باهاتون صحبت میکنم، من میخوام الان ببینم بریم همه جمع شیم با هم دیگه، یعنی چیزایی که لازم هست بفرمایید. و با دستگاه هایی که دارن اگه بخوان کشف بکنن که این صدا از کجا میاد و منبعش کجا هست، درست میرسه به سرحد آذربایجان، ولی که همه خیال میگن که در آذربایجان هستن و میگن ما در آذربایجان هستیم. من این پیشنهاد کردم، شاید این پیشنهاد اون موقع مورد قبول بود، یعنی درست بود نه، ولی بالاخره وظیفه خودم رو انجام دادم و این بودش که متاسفانه اون موقع مورد چیز یعنی فکر کردن که راه حل‌های دیگه بیشتری هم بهتری هم میشه پیدا کرد که این کار انجام نشه. بله آقای افشار، ولی در ارتباط با سالهای اول انقلاب هنوز یه شور انقلابی بود، مملکت آنقدر هم آمادگی نداشت، ولی اکنون پس از 40 سال نارضایتی به حد اعلی رسید. ولی خب بعد از 40 سال قربون تمام اون کسانی که امروز میخواید شما روشون حساب بکنید در مملکت ژنراسیون سوم هستن. شما بدونید دیگه ماها جزو پیرا هستیم که دیگه حقیقتا دیگه اصلا فقط تا یه اندازه اطلاعاتی داریم که صحبت میکنیم، ولی چه کاری از دستمون نجات برمیم. این که چیزی این موومانی که مردم میخوان در ایران بشه جوانها هستن قربون، و این جوانهایی که امروز راه افتادن توی خیابون، روح از شاد رضا شاه روح از شاد ببخشید بعد معذرت میگن اینها کسانی هستن که اینها اونایی هستن که آمادگی دارن برای عوض کردن مملکت. هیچی ندارن قربون، نه دانشگاه حسابی دارن، نه میتونن مسافرت آزاد بکنن، نه میدونن در دنیا چه خبری که برن ببینن از نزدیک ببینن چه میکنن، نه میتونن یعنی آزادی دارن، نه مطالب، هیچی ندارن قربون اینا. و اینا کسانی هستن که حقیقتا اینا قابل این هستن که اگر که حقیقتا مثل یه خمره باروت میمونه که وقتی شما یه جرقه توش بندازید منفجر میشه، ولی پیدا کنید اون جرقه رو که بندازید. این جمله مال مولتکه است که
وقتی که جنگ با فرانسه بود بین آلمان و فرانسه، اون موقع بودش که بالاخره جنگ آلمان جنگ با فرانسه برد و بعد در اون موقع چیزی مولتکه بود که اون میگفتش که الان مثل جرقه شد باید این کار رو بکنیم و کردن و بعدم خب بالاخره رسیدن و پادشاه آلمان رفت چیز شد، امپراتور شد و تاجگذاری کرد در ورسای. خب ملاحظه فرمایید. ولی در هر حال اینجور چیزا همیشه عملی است. ولی قربون شما من نمیدونم، من حضرت علی تشریف آوردید یه سوالاتی داری که بعد سعی میکنم با اون اطلاعاتی که دیگه ندارم خدمتتون عرض کنم. ولی می‌خواستم بدونم خود حضرت علی چه تصور می‌فرمایید که به چه راهی رو تا به حال 40 سال که شما با این همه افرادی که همه در درجه یک بودن مصاحبه کردن، کدوم این به چه بالاخره به یه جای نتیجه برسید؟ بله متاسفانه زیربنای اتحاد عمومی وجود نداشت. اون زیربنا هی کتاب بنویسید قربون، هی کتاب بنویسید، هی صحبت بکنید، هی مقاله بنویسید. اینا مملکت ما یه طوری بود قربون در زمان شاه، برای خاطری که یک دفعه این جمهوری اسلامی و جمهوری چیزا پیدا شدن، این افراد اسلامیک پیدا شدن که همه خیلی یک طرفه بودن در حقیقت. من فکر میکنم که ملاحظه فرمایید اعلیحضرت محمد رضا شاه چقدر قربون با اگر ایرادی هم بهشون هست نیست، درست نیست، ملاحظه فرمایید چقدر ایشون با چند جبهه بایستی می جنگیدن که پادشاهی کنن. کار سنگین نیست. به هر حال توده یا بودن قربون، مجاهدین خلق بودن 2 تا، مسلمان بودن 3 تا، جبهه ملی بود 4 تا، 5 تا قربون بودن، با 5 تا چیزا مبارزه میکردن و بعد موفق شدن تا آخر. اونم درسته که قربون ما خودمون ممکن بود میتونیم بکاری کنیم، ولی با آدم کشی و اتفاقاتی که الان میفته که 2 تا اعتصاب که میشه این همه کشته میشن. الان شما ملاحظه فرمایید که ایرانو همونطوری که چند روزی پیش یا چند وقت پیش با شما که صحبت شد میفرمودن تا کارتر تا موقع آخرم. و لازم بنده بخوام یه چیزی رو حضورتون عرض ببخشید قربون، من زیاد حرفم طولانیه. نه خواهش می‌کنم. در ارتباط با کارتر واقعا خب این اسناد جدیدی که بیرون آمده می‌بینه آدم تا روز آخر کارتر پشتیبان شاه بوده. ولی ملاحظه فرمایید تا آخرش، یعنی کی شما برگردید قربون تا روز 6 ماه ژانویه، ما روز 16 ژانویه از ایران اومدیم بیرون، روز 6 ژانویه کنفرانس گوادلوپ بود و در کنفرانس گوادلوپ 4 تا رؤسای کشورهای بزرگ دنیا، آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلستان شرکت کردند و خب تمام اینا بالاخره تحت تاثیر حرفای کارتر و به خصوص آقای ژیسکار دستن قرار گرفته بودند. و بعد من یک دوستی پیدا کردم، یعنی در فرانسه آشنا شدم با ایشون، آقای ایو بونه. ایشون رئیس سازمان امنیت، رئیس سازمان ضد جاسوسی، تمام این مقام ها رو ایشون داشتن و شاید هم الان داشته باشن، مدتی خبر ندارم از ایشون. ایشون پرفه استاندار گوادلوپ بودن وقتی کنفرانس گوادلوپ تشکیل شد و این تمام جریانات گوادلوپ رو برای من تعریف میکردن و میگفتن که کارتر وقتی که تشکیل شده بود روز دوم جلسه، کارتر اومد تو و گفت که من یک آدم خداشناس هستم و خمینی هم آدم خداشناسی هستش و ما با هم میتونیم خیلی خوب همکاری داشته باشیم. خب این حرفا خب 3 نفر دیگر هم که گوش میکردن، خب این چیزها رو گوش کردن. ببینم اونا آقای ژیسکار دستن اومد که بالاخره میتونم به شما بگم که آخرین میخ تابوت و کوبید و اونی بود که وقتی آمدن تو، ایشون متاسفانه یک سکره، یک مطلب محرمانه، به کلی محرمانه که مربوط به بیماری شاه هستش که نمیبایستی پخش بشه، ایشون آمدن اونجا و علاوه بر این و گفتن که این مطلبی که عرض میکنم این گفته آقای زعفرانه. زعفران طبیب اعلیحضرت محمد رضا شاه بود تا روز آخر که اعلیحضرت فوت کردن در مصر بود و ایشون
دقیقه آخر یه تاقچه‌ای بودش که توش یه دفتری بود، اون دفتر بیماری اعلیحضرت بود که توش نوشته شده بود. ایشون وقت اون روز آمدن در روز 27 ماه ژوئیه نوشتن که امروز در ساعت 9:45 دقیقه اعلیحضرت شاهنشاه ایران فوت کردند. این آقای سافران بود. سافران وارد به تمام این جریانات سیاسی و بود و بعدم البته این خودش چیز مفصلی است که راجع به ایشون با دکترای دیگه اختلاف عقیده پیدا کردن، با آمریکایی اختلاف عقیده پیدا کردن، آمریکایی رفتن مادن برای خاطر که ایشون ثابت کردن که بعد عمل جراحی که کردید به شاه صحیح نبوده. خلاصه تمام اینا رو سابقا هم گفته شده دیگه، بنده صحبتش نمی‌کنم. ولی ایشون میگفتن که ایشون یک راز طبی بود، پزشکی بود که اجازه گفتن نداشتش، که آقای ژیسکار دستان اومد گفت که وقتی که وارد شد اومد گفت که اعلیحضرت حالشون بده و مرض سرطان دارن و قابل معالجه نیست و ایشون میرن، خمینی به جای ایشون خواهد اومد و آقای خمینی به قم خواهد رفت و دخالتی در امور سیاسی نخواهد داشت. خب این پیشنهاد آقای چیز بود. آقای کالاهان انگلیسی ها بودن، نمیدونم نظرش چی بود، سکوت کردن و بعدش شمیت هم که صدر اعظم آلمان تقریبا مخالف بود، گفت آقا اینقدر با عجله اقدام نکنید، بشینید راجع به این موضوع صحبت بکنید بیشتر. و این موضوع اصلا گوادلوپ در حقیقتا پایه تکان دادن تاج و تخت ایران شدش در ایران. میدونید اعلیحضرت دیگه از روز ششم بعد دیگه آمادگی فقط برای رفتن از ایران داشتن. ولی چرا اعلیحضرت از ایران رفت؟ آقای دکتر افشار، شما که تحصیلاتتون در رشته حقوقه که حدوداً 80 سال پیش 75 سال پیش در اروپا تحصیل کردید و به عنوان یک دیپلمات عالی رتبه نزدیک به 2 سال شما در رأس امور تشریفات دربار بودید، حتی نقش وزارت دربار رو اونجا انجام میدادید و انقدر به شخص پادشاه نزدیک بودید شما که با پادشاه کشور رو ترک کردید. چرا؟ سوال من اینه که چرا میبایستی مملکت به اون وضعی بیفته که در کشور دیگه چند تن برای ایران تصمیم بگیرن؟ خب به قدری قربان این تبلیغات زیاد و به قدری آخه قربان ملازم میفرمایید چطور حالا من یک کاغذ نوشتم هنوز نفرستادم و میفرستم به آقای ژیسکار دستان، میخوام یه توضیحاتی هم براش نوشتم، توش هم نوشتم که شما 120 روز به آقای خمینی اجازه دادید که در پاریس باشه تمام وسایل هم برای ایشون فراهم کردید و حالا ضمن این کاغذی است که نوشتم عرض میکنم، حالا عرض کردید پرس، تلویزیون، روزنامه، همه چی هر چی بود در اختیار ایشون گذاشتید و بعدا ایشون هم اومدن به ایران و حمایت کردید از اینی که ایشون بیان به ایران، یعنی در همون به خصوص در گوادلوپ اون مطالب رو فرمودید. الان که 40 سال گذشته این اتفاقات در ایران افتاده، میخواستم بپرسم ببینم که آیا وجدان شما الان راحت هست از اینی که این اتفاقات افتاده به ایران یا نه؟ ما خودمون دیگه بیشتر از این قدرت نداشتیم خودمون حفظ کنیم، ولی ما رو بی قدرت کردن، یعنی ما رو اصلا از هر کشورهای خارجی که اصلا چشم دیدن ایران رو نداشتن، حالا به چه دلیل ممکنه بعداً صحبت هم بشه، ولی اینها مملکت به جایی رسونده بودن که دیگه مملکت قابل بهتر شد، یعنی دیگه اعلیحضرت هیچ چیزی نمیتونستن بکنن، هیچ اقدامی نمیتونستن بکنن به غیر از اینکه مملکت رو به این طریق نجات بدن که کسی کشته نشه، وگرنه دوباره اتفاقات می افتاد برای خاطری که دیگه تمام این که افرادی که بودن همه مخالف بودن. یکی از بهترین کارهایی بود که محمد رضا شاه انجام داد، یعنی عدم خونریزی، چون اون سرش ناپیدا بود، واقعیتی است. ولی قبول دارید آقای افشار، شما که اینقدر به پادشاه ایران نزدیک بودید و روحیه ایشون هم میفرمایید که زیاد خوب نبود در 2 ماه آخر مخصوصا، قبول دارید که خیلی مفت و مجانی کشور رو ما از دست دادیم؟ اینو قبول دارید؟ ببینید من همونطور که خدمتتون عرض کردم، اعلیحضرت اصلا حقیقتا با چشمان گریان از این رفتن بیرون. درسته. اعلیحضرت اصلا فکرش نمی‌کردن، وقتی هم که می‌خواستن برن دیگه به کلی دیگه دلسرد شده بودن، برای که از هر طرف می‌دیدید که به ایشون حمله میشه و هر روز
روزنامه و مگه شما نمیدونم موقع تشریف داشتید یا نبودید، ولی اطلاع دارید که مردم شب و روز بی بی سی پای تلفن بی سی تمام مردم آخه چرا الان تکون نمیخورن که مردم میمیرن؟ چرا الان مردم که تو خیابونا کشته میشن؟ چرا چند روز پیش 8 جوان اعدام کردن، عده در زندان هستن؟ چرا صحبت اینا نمیشه الان؟ چرا یک کدوم از اینا رو روزنامه ها تلویزیون های خارج نمیکنن؟ ولی اون موقع چیزی هم که نبود بزرگ میکردن. شما نظرتون چه است؟ به چه دلیل؟ نظر من این بودش که در اون موقع اگر ما چجوری میتونستیم با بی بی سی مبارزه بکنیم، در اون موقع با جای دیگه هم نمیتونستیم مبارزه بکنیم. اینها تصمیم گرفتن که اعلیحضرت نباشه، یعنی نه اعلیحضرت نباشه، اینا دیگه ایران رو به این وضعی که بود قربون نمیخواستن باشه. ایران یک کشور فوق العاده پیشرفته بود. ایران راههای تو میرم ملاحظه فرمودید که وضع اقتصادی ایران از همه بالاتر بود. ایران بزرگترین دوستان رو در خارج داشت. ایران همیشه روابط خارجیش در درجه 1 بودش. ایران به تمام کشورهای دیگه میرسید قربون. ایران به افغانستان میرسید، حتی به کشورهای دیگه کمک و راهنمایی میکرد. من خودم یادم میاد که موقعی که بین افغانستان و پاکستان بعد به جنگ کشیده بود، هنوز هم اینا روابط حسابی با هم ندارن، به جنگ کشیده بود و حقیقتا ممکن بود اتفاقی بیفته. اعلیحضرت یه روز صبح تصمیم گرفتن، گفتن که من میرم کابل، در صورتی که قربون یه سفیر رئیس جمهوری یا پادشاهی که جا میره باید قبلا یه تشریفاتی بگم که میره. اعلیحضرت نه، هم سوار هواپیما شدن و رفتن به کابل، گفتم من و رفتن خواستن هم نماینده پاکستان و هم و تمام کردن قضیه رو، برگشتن دوباره به تهران. میدونید این از این کارهایی بود که بالاخره مملکت شده بود و شاه کسی بودش که حقیقتا گرداننده تمام این جریانات بود. اقتصاد مملکت ملاحظه بفرمایید از هر جهت بالا رفته بودش. همه کار داشتن، همه برای خودشون اتومبیل خودشون داشتن. بابت از همه مهمتر قبول صادرات ایران هم رول بازی میکرد. ایران کشور صادر کننده بود. ملاحظه فرمایید یکی مثلا فرض بفرمایید آقای ایروانی، کفش ملی ایروانی، من اون روز به اعلیحضرت دفعه عرض کردم، حالا هم یه چیزایی که بعدا عرض میکنم خدمتتون، عرض کردم که ایروانی کسی بوده که ایرانیای گیوه پوش و کفش پوش کرد آورده. اینها میدونید اینها تمام یک کسانی بودن که ایران رو بزرگ کرده بودن و ایران هم به پیشرفت در حال پیشرفت بودش و اعلیحضرت رو نمیخواستن. اونا میخواستن یک کشوری داشته باشن که زور بگن بهش و مثل زمان قاجار، آخر قاجار نمیدونم که همه پیشنهاداتی که میخواستن، کارهایی که میخواستن بکنن از خارجی ها دستور بگیرن. نه. حالا یه جمله فقط خدمتتون عرض میکنم. موقعی که در مراکش بودیم، من با اعلیحضرت تنها بودم دیگه، در حقیقت زیاد با هم صحبت سنی من در خدمتشون بودم. وقتی که صحبت میشد اینا، من یه روز گفتم اعلیحضرت من از شما میخوام فقط سوال کنم، چطور شدیم مملکتی که اینطوری بودش که تا دقیقه آخرم اینطوری بعد بالاخره مملکت به جای رسید که الان به اینجا رسیده؟ به چه دلیل اعلیحضرت هم چی شده؟ و اعلیحضرت دستشون زدن به سینه گفتن اینا منو نمیخواستن. خب چه سودی در این داشتن آقای افشار؟ سودش این بودش که الان ملاحظه میفرمایید الان مملکت شده نوکر اونا، ولی خب همش در جنگ میکنن، ولی صادراتتون که خوابیده و تولیداتتون که خوابیده، آزادی که وجود نداره. سوال اینه که بس دولت‌های غربی چه سودی در این کار داشتن؟ سودی داشتن. اولا خلا ملاحظه فرمایید، حالا یه چیز کوچیکی رو فقط در نظر بگیرید و اون اینه که من برای یه مأموریت خیلی کوتاهی که موقعی در آمریکا سفیر بودم، اومده بودم به تهران با گزارشات، اومده بودم با آقای نیکسون، اومده بودن به ایران. وقتی که برنامه تمام شد اینا و آقای نیکسون مراجعت کردن، بعد اعلیحضرت من رفتم که عرض کردم که اگر فرمایشیت بفرمایید من برمیگردم با آمریکا. فرمودن نه من یه پیامی دارم، شما باید برید افغانستان. عرض کردم افغانستان اونجا سفیر داریم؟ من گفت نه شما پیام باید دارید. بعد یه پیام به من دادن که برای محمد ظاهر شاه و بعد من اینو بردم خیلی محمد ظاهر شاه 2 روزم بیشتر نموندم، خیلی محبت کردن، خیلی تشکر کردن از اعلیحضرت. حالا این ولی من در اونجا که دیدم، تنها چیزی که دیدم که آقا چند تا از وزرای کابینه افغانستان و تعداد زیادی
اتومبیل پیکان سوار شدم و من گفتم که شما اتومبیل پیکان؟ گفت بله، بهترین اتومبیلی است که ممکنه ما داشته باشیم. 12,000 تومان قیمتش بیشتر نیست و تمام اسباب یدکیش و هر چیزی که لازم باشه اگر حاضر نباشه از تهران فوری میرسه، دلیلی نداره. چه اون وقت به یاد چیز دیگه افتادم. یاد این افتادم که آقای شمیت که با من صحبت میکردن موقعی که موضوع نفت بود، میدونید 1974 که صحبت این کم شد که خود آلمان ها گرفتاری کمبود سوخت شده بودن اینا، من آقای شمیت رو دیدم. آقای شمیت صدر اعظم آلمان به من گفت میدونید آقای افشار، شما خدا همه چی رو به شما داده، همه چی مجانی داده، نفت به شما داده، کروم داده، مس داده، داده، تمام چیزهایی که شما تصور میکنید در مملکت شما وجود داره و شما با این شما با این زندگی میکنید. ما آلمان ها خدا به ما هیچی نداده، ما هیچی نداریم. تنها چیزی که ما در آلمان داریم زغال سنگه و زغال سنگ آلمان دیگه با این چی کار میتونیم بکنیم؟ ما زندگی میکنیم از صادراتی که میکنیم، از تولیداتی که میکنیم و خارج میفرستیم، با اون پول ما زندگی خودمون رو میچرخونیم، آلمان ها کار میکنن و اون وقت به یه جای میرسه که بعضی از کشورها شما مثل شما کم کم جلوی صادرات ما رو هم کم کم دارید با چیزایی که خودتون تولید میکنید میگیرید اصلا بگید. و به این جهت خب البته من فکر میکردم در این موقع همه دلشون میخواد که یه جایی ایران یه جایی باشه که صادر کننده نباشه بلکه دائم وارد کننده باشه و بتونن آقایی بکنن. این یه مطالبی است که میدونید، این مطالبی است که بسیار الان هم بپرسید از اینا که چرا شما که شما به چه دلیل ایران به این روز انداختید، الان نه هیچ جوابی ندارم بگن، الان پشیمون هستن ولی خب چیکار میکنن. یکی از کوتاهیایی که شده بود، البته بنده خیلی دیر نسبتا رسیدم به این کار ولی شده بود، این بود که اعلیحضرت دیگه تقریبا تنها شده بودن و کسانی هم که داشتن که اطراف بودن زیاد شاید موثر نبودن براشون و معاشرتشون یا آشناییشون یا با که افراد دیگه خیلی کمتر شده. به چه دلیل این موقعیت پیش اومده بود؟ نمیدونم چرا داشتن، برای خاطر اینکه بعد حالا خدمتتون عرض میکنم. خب ببینید در اونجا که بودن آقای هویدا بودش، بعد البته آقای اردشیر زاهدی بود و بعد تعدادی آقای آموزگار بود و خیلی افرادی بودن که خب بالاخره همیشه خدمتکار بودن در حضور اعلیحضرت اینا، ولی خب اعلیحضرت میبایستی بیشتر ارتباط با مردم پیدا میکرد، با ملت پیدا میکرد، میدونید. و این همیشه من وقتی که افغانستان رفتم 2 روز افغانستان بودم، یه روز به من گفتن که بریم امروز اعلیحضرت میرن برای جمعه بودش، میرن اونجا به یه باغ بزرگی بود به نام شهر نو، در اونجا اعلیحضرت میرن همیشه پذیرایی میکنن. اعلیحضرت رفتیم اونجا، یه فرش خیلی بزرگ بود انداختن و اعلیحضرت هم اونجا، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه اونجا حاضر بودن، نشسته بودن و عده‌ای هم دور و برشون و مردم زاره، باغبون، ملاحظه بفرمایید نمیدونم شوفا، هر کسی میومد رد میشد، میومد تعظیم میکرد، صداش میکردن، میومد میشست چایی از سماور بزرگ چایی میخورد و میرفت و این ارتباط دائمی با ملت، با تمام ملت داشت. چطور شد که در کشور ایران نذاشتن قربون دور گرفتن؟ اعلیحضرت میخواستن ولی البته کسانی بودن که میخواستن در حقیقت دوری عمل میکردن که تقریبا به نظر میرسه که یعنی در حقیقت سخنگوی اعلیحضرت هستن، تقریبا شاید فکر میکردن بعضی وقتا خودشون تقریبا اعلیحضرت هستن. دفتر خیلی هم آسون بود، البته مقام و کارشون طوری بود که میتونستن بگن اعلیحضرت اینجوری فرمودن، خودشون میخواستن بگیرن، ولی اعلیحضرت خیلی دلشون میخواد افراد دیگه هم داشته باشن که متاسفانه. خب یه مقداری پس کوتاهی شد دیگه در اون 2 سال آخر، 3 سال آخر. ولی میدونید من میدونید آقای انصاری که رئیس شرکت نفت بودن، ایشون رفتن و بعد شرکت نفت خب بایستی رئیسی داشته باشه، اعلیحضرت پیشنهاد کردن که آقای عبدالله انتظام بیان
و آقای عبدالله انتظام سابقا هم بودن، اوایل خیلی اول بودن که بعد آقای هویدا و بعد نمیدونم بعد که هویدا اونجا بود و بعد هم آقای دکتر اقبال اینا اومدن و بعد آقای انصاری که رفتن آقای انتظام و آقای انتظام بهش گفتن که شما بیاید تو اعلیحضرت میخوان که شما روی شرکت نکنید. آقای انتظام گفت من نمیام، من حسین نه. گفتن چطور؟ بالاخره من خودم یه روز رفتم خدمت آقای انتظام، گفتم آقای انتظام شما میدونید که من خیلی ارادت دارم خدمتتون، من شاگرد شما بودم، من در وزارت خارجه شما وزیر بودید، من یه عضو کوچیک وزارت خارجه بودم، علاوه بر این آشنایی خانوادگی داریم اینا، خواهش میکنم تشریف بیارید شرفیاب بشید تو وزارت. گفت نه آقا جون من دارم نجاری میکنم، بنایی میکنم، خودم کارهای خودمو دارم میکنم، من اینطوری حوصله ندارم. گفتم قربون یه دفعه الان اعلیحضرت میخوان، مملکت الان احتیاجی به شما داره، شما که نمیتونید سرپا، پس این کارهایی که کردید در زندگی به چه دلیل بوده؟ الان اومدید که خدمتتون خیلی سر. و آقای انسام اومدن. وقتی که آمدن شرفیاب بشن وزارت، میدونید رسم بر این هستش که میان در یه اتاق انتظار و بعد میان پیش آژودان روز، اون آژودان میره در میزنه و میره میگه که انتظام بعدم آقای انسام که رفت این در میبنده، تموم شد، آقای اعلیحضرت اونجا هستن، آقای انسام میمونن پیش اعلیحضرت. من آقای انسام اومدن به دفتر من و من برای احترامی که برای انسام دارم خودم ایشون رو بردم حضور اعلیحضرت و در که باز شد من آمدن تو، من دیگه یه مدت خیلی کوتاهی فقط اون جلو فاصله بود ایستاده بودم و بعد در بستم اومدم بیرون برای که اعلیحضرت تنها باشن بانسه. ولی وقتی که وارد شدن من دیدم که آقای انتظام دو تا انگشتاشون اینجا جلو رفتن و گفتن اعلیحضرت به خاطرتون باشه شما 4 سال منو ندیدید، منو 4 سال من نپذیرفتید. و بعد خب صحبتاشون شد که بعد دیگه نمیدونم بقیه چی بود. وقتی که آقای انتظام اومدن بیرون به من گفتن که گفتم آقای شما انشالله قبول فرمودید که به شرکت نفت برید. گفت بله قبول کردم برم به شرکت نفت البته و اعلیحضرت هم خیلی محبت کردن، ولی خب پشیمونم یه مطلبی را گفتم که بی خودی گفتم، ولی خب گفتم دیگه. ولی گفتم چی گفتید؟ گفت وقت داری بیا من گفتم بله، بریم تا اتومبیل برسونم تو کاخ سعدآباد. بعد وقتی که رفتم گفت که اعلیحضرت گفتن که خب شما به چه دلیل نیومدید و نمیخواستید بیایید فلان. گفت انتظام گفت جواب داد که گفت من عرض کردم حضور به اعلیحضرت که اعلیحضرت خسرو پرویز یک افسری بود که در تمام جنگ‌ها رو برده بود و همیشه موفقیت با اون بود و در یک جنگ مجروح شد، یک پاشو از دست داد یا یک دست از دست داد و با وجود اون جنگ رو برد و آمد. ولی وقتی که تموم شد آمد یه اتفاقاتی افتاد که دیگه خسرو پرویز مدتی اون شخص رو ندید، فکر میکرد که تقریبا مثل به مال خودش دیگه ندید. و بعد از مدتی که دوباره جنگی شده و یه ناراحتی پیش اومد، خسرو پرویز فرستاد رقم این افسر که بیا و الان موقعی هستش که بیای دفاع بکنی از وطن. این اومد و گفت نمیتونم بیام، خیلی معذرت میخوام نمیتونم بیام. گفت چطور نمیتونید بیاید؟ شما که با یه دست شکسته جنگ رو بردید چطور نمیتونید بیاید؟ گفتم میدونید با دست شکسته میشه جنگ رو برد ولی با قلب شکسته نمیشه جنگ رو بردش. و بعد گفت اینو من خیلی پشیمون شدم که اینو گفتم با اعلیحضرت، ولی الان خب نه قبول کردم و با کمال منت میرم خدمتمو میکنم، انجامو میدم و مودن تا آخر. حرف دلشو زد به هر حال.
به ادامه این گفتگو در برنامه آینده توجه فرمایید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.